یک بار دیگه باقری ها. آشوبی، پاس کوتاه او در میانه میدان، حرکتی که آقایی انجامش میده، آفساید در کار نیست. موقعیت برای زارعی، فرصت برای بازیکن پرسپولیس، فرصت به توی دروازه، گل برای پرسپولیس. کریم باقری، ورزشگاه آزادی منفجر میشه. پرسپولیس 1، سواباتری 0. یه حرکت عالی تیمی از سمت راست و کریم باقری در نقش جدیدش، در نقش گلزن هم ظاهر میشه. حالا سکوهای ورزشگاه آزادی بسیار، اگر تصویر آهسته رو ببینیم جزئیات کار مشخص میشه. خوب نفر اضافه کردن به حمله. نگاه کرد کاملا در دهانه دروازه کریم باقری رو پیدا کرد اونجا زارعی و توپ درون دروازه قرار گرفت. پاس عالی مسعود زارعی که خودش قبلا در تیم سواباتی بازی میکرد.